روز مثال د میلینگ رولز میخوانیم. چی میخوانیم؟ رولز چی است؟ به خاطر چی استفاده میشه؟ ببین شاگردان، ما پیش با اگزامپل چی را جور کردیم؟ ریکاردز انسرت کردیم یا نکردیم؟ چند ریکارد انسرت کردیم؟ ها؟ 6 تا ریکاردز بود. ببین اول چی بود؟ سیریال نمبر، مثال سیریال نمبر است. دویم نیم، سیوم فادر نیم، چهارم کلاس، پنجم چیز مثال ویندوز، آفیس، डिजाइनिंग, नेटवर्किंग. total marks و रिजल्ट. یک شاگرد تو بر ریزالت جور میکنی. مثال اینی ډیر پلان کې هر کس کیاس کامیاب است یا ناکام است not depend on you. equal r e n d قوس شروع ون پاراگراف قوس بند انتر. هر چی که تو جور کردی مثال یک قسم دیزاین میکنی یک قسم دیزاین نمیکنی شما می اینجا برش خالی میمانی که مثال this is Mr. احمد سنا محمد گل گرید. این رقم مثال شما که این رقم نوشته میکنی اینجا جیبش خالی بون بس اینجا بیا اینجا بیل انسرت فیلد اینجا فیلد کو. شما این رقم نمیخوای، شما میخوای که اینی قسم یک چیز سخت نیست دلت که اینجا میمانی در یک ورق خوب منظم ترتیب کو در دیگه 200-500 امریکارد یا می ریزل شیت که می مکمل یک قسم برد می تو برش میگن یک قسمی بید بی یک قسمی که میاری که دین روز شما خواندی این کمانده خوب فهمیدی دی خو مشکل نیست مکمل برد تشریح کردم چند بار. اینی کمانده امروز میخوانم سیدانا. اول اینجا ما می insert merge کو. چی merge کو؟ سیریال نمبر با سیریال نمبر. ایسا همادی تاب پریس کردی merge کو دیگه name سیومی تاب merge کو father name class تاب merge کو چی class اینجا آمدی windows merge को ऑफिस merge को डिज़ाइन दही साहमदी इंसर्ट नेटवर्किंग पास इन जामदी इंसर्ट को टोटल मार्क्स वही साहमी इंसर्ट में कुछ रिजल्ट ये रिकॉर्ड इंसर्ट شده نشد. اما یک فیلد مکمل دیزاین میکنی مثال نامی هرچی که باشد اینجا به این مثال دیسا همه که خال بویش دست پر مختاق دست یا عمال که دست نده و خیر پر مختاق Institute of Higher Education control plus A control plus shift या home plus shift control plus bracket control plus B دیسا पास आमदे enter इंजा में नविष्टा में कने के result sheet of DIT class result sheet of what DIT class. این طرف و ټیکس باکس پرش بگیر امی اول ورق بهت تنظیم کنی اگه این رقم نشد با تاب بیار اینجا نوشته کردی نیم این فادر نیم دی ساس یا نیست خو اینجا تاب پریس کو اینجا فادر نیم بیار فهمیدی؟ خدایو کش پوش کن. خب
این ورق اول از ما یک قسمی نوشته کردم یا ترتیب کردم یا در این صفحه نامه میاریم. تو گفتی نصف در این طرف بی طرف هم ما آورده میتونیم. خب ملمرج کلگی کردم اینجا ما پریویو میبینیم که اینه قسم سیریل نمبر فرست نیمش خان است، فادر نیمش چیست؟ جان. کلاس اینیست، ویندوز اینیست. ببین مکمل چیز هست یا نیست؟ این خو معلومات مثال هر تو یک ریزر شیت جور میکنی ما در کیو تکست نوشته کردم تو که هر چی دو شامل میکنی. صحیح؟ در این ساحه تو آمدی که رولز بانده. رولز چند کمند داره. کمند اولی است اسک چی کار میکنه؟ از ما پرسان میکنه. اسک تو اینجا نوشته کنی که مثال نوشته کو د بوکمارک برای ما نوشته کو که مثال گو تو ایریا یک چیز نوشته کنی. خب د پرامپت نوشته کنی چه look here and write something. ایرا نوشته کنی. ای دیگه پرامپت کلوز نمیکنی. اوکی کنی. The bookmark name is not valid. Bookmark منگا تو ایسا ولی چه نمبر سپیس سیمبول چیزا قبول نمیکنه. اوکی اوکی ای مثال هم چی میگی look here and write something. ای مثال چی میکنی؟ اوکی یا کنسل کنی. یک مسیج اسک جور کردی یا جور نکردی. و اسک تو حالی چی میکنی؟ دایی ساحه آمدی اسک تو برش میگی باید فیلن شوا. فرام چی دادی؟ look here and write something. اوکی کردی. کنسل کردی. ببین. look here and write something. چی قسم مسیج ای؟ آل خان است دیگه نما ببین. مثال کمال است ولی است. این هم است یا نیست؟ تو دایی ساحه آمدی آل فیلینگ میکنی مسیج هم داده فیلینگ که اینجا چی وقت میکنی؟ تو برش میگی individual. ما آل ریکارد فیلینگ میکنیم. خب look here اول خان بود یا نبود؟ ای نوشته کردی که خان should come on time. یک دفعه د کنفرمیشن باید باز نوشته کنی که خان should come on time. خان باید با وقت بیاید. ببین ای با خان نوشته کنی. ای دیگم ای بازم دیگم دادی. ای برش گفته که ای را باید پر ای خالی مثال کردی. ای دیگر ریکاردی ولی است. نوشته کردی که ولی should come on time. اوکی کردی. اوکی کردی دو دانه چی گفتی که اوکی دیگه مکمل کنسل کردی. خان با خان چی گفته؟ خان should come on time. ببین ریکاردا کلگی جور شد یا جور نشد؟ ریزلت شیت دیگه ریزلت شیت چی گفته؟ نگفته که مثال باید کمال should come on time یا کمال دیداو که مسیج ورکوله شه چاته مشخص. سیون چی است؟ ای ولی should come on time. صحیح؟ دیگه هیچ کدام اسم مسیج نداره. کلگی خالی است. یا میره اینجا مسیج نوشته میکنه should come on time. اینجا هیچ معنا نمیده. ولی should past. ولی is first position. ولی is second position. Get it? یا نوشته میکنه خان got first position. مسیج بود. تو اینجا مسیج برش انتخاب کردی دادی وینکی پلاس W. ای صفحه را چی کردی؟ بند کردی. دامی صفحه استاد استی تو برش میگی که در اینجا برش چی انتخاب میکنی؟ مسیج. مسیج باید بی. چی قسم مسیج بی؟ edit merge all. ایچ مسیج اینجا مسیج نامده. مسیج برش چور نکردیم. all چی کردیم؟ مکمل ریزالت شیتا را جور شده جور نشده در بالای حل نپاره. استاد مسیج اخمیتن خود نمجد کنیم. خب مثال این مسیج مختلف نپاره. مسیج اگر این رقم نمیتونی که از ملمرج حساب ملمرج اگر مسیج اینجا تایپ کنی
اینجا یک اسمی باشه در حالتی پریویو نباشه. ببینید که پلاس دبلیو. ببینی گفته که ما چرا خود تایپ نمیکنیم. اگر مسیج یک اسمی باشه باز دیده نمیتونی. صحیح؟ فرست پوزیشن کی است؟ والی نمیفهم. یکی کی است؟ اگر این رقم نوشته کنی که ولی is got first position باز میفهم. باز میتونی که ببین. خب کماند اینجا چی داریم؟ if then else. اگر نیمش equal to مساوی با چی بود؟ ولی بود. باید چی شود؟ چی باید A؟ تو باید نوشته کنی this is the best student in the class. In where? In the class. Otherwise باید دیگر نفر چی مسیج نوشته کنی؟ نوشته کنی و دیگر نفر A دی are یا دی are finishing DT class. ببین اوکی با یک مسیج با یک نفر برش گفتی که نام ایکوال تو بود، این رقم برش نوشته کو، دیگه شاگردا باید این مسیج نوشته شود. نفهمیدی؟ کسی که ولی بود باید نوشته کو this is the best students in the class. They are finishing یا students are finishing DT class. DT class شاگردارا. مثال students شداد لسرایات بادی سه بجا are going to finish which class? Yes, are finishing DT class. Okay. ببین اینجا پریویو کردی students 3 o'clock are finishing DT class. کسی که ولی بود ولی با ولی چی نوشته میکنه؟ ببین این خودتانا با یک شاگردی رو نوشته کنه. با یک شاگرد اینجا ما میم چی برش میگم؟ حال. اگه این رقم نمی کنی کنسل کو اینجا بیا دیگه ریکارد ببین. دیگه ریکارد کمال است. کمال students are finishing اینجا میگم نوشته است یا نیست؟ از قبلی دبلیو اینجا مانده. خب students are finishing ببین سیوم ریکارد ببین. سیوم ریکارد چی؟ This is the best students in the class. خاص باش شاگرد سیوم اگه این رقم نشه اینجا فینیشینگ کو کلگی ریکارد در یک وقت ببین. ببین کلگی فینیش شد. اول چی است؟ خان است. خان چی نوشته است؟ Students 3 PM are finishing our DT. با کمال چی نوشته است؟ امو مسیج. ببین با ولی چی نوشته است؟ This is the best students in the class. با هر کدام شاگرد شما چی کدام میتونی؟ شخص کدام میتونی. خب پریویو پاس بند کردی دی ساحه آمدی. رولز مرج ریکارد وظیفهش چی است؟ ببین شاگردا تو اینجاستی دیلیت کردی تو برش میگی مرج ریکارد وظیفه اینی است که ریکارد برات شمار میکنه. ببین معلوم میشه نامش پریویو معلوم میشه نمیشه ریکارد چندم است برات میگه که تو در ریکارد سیوم استاد است یعنی اینجا ببین اگه اینجا این رقمی کنی ریکارد چندم است اول است. مرج ریکارد برات چی میکنه؟ ریکارد برات شمار میکنه که چندم ریکارد است تو چندم ریکارد استاد است. ببین اینجا ریکاردش نام بدل میشه اینجا. کماند بعدی پریویو کردی ای پس دیلیت کردی ای خو مرج امو لحظه برای ما نشان میده. دایی ساحه آمدی رول نیکس ریکارد سیکوینس ریکارد مرج سیکوینس چی مانه؟ امینجا برای نمبر نشان نمیده. نمبر نشان میده؟ نمیده. وقتی که رن کنی بعد برای نشان میده. ببین ایرا رن کردیم نمبرش نشان داد یا نداد میبینیم. داد نمبرش نشان؟ صحیح؟
فهمیدی؟ اول برای ما نمبر نشان ده، او ساحه میده، وقتی که رن کنیم باز نمبرش نشان میده. دا شاگردان د ډیر په درد خوري چې څوک غواړي ټیچینګ شاګرد سبا بیا ورته سخت کمانډونه. خو رولز میت سیکونس نیکست ریکارد. نیکست ریکارد چی معنی؟ ریکارد بعدی ببین، این یک ریکارد است. در کدام ریکارد استفاده خان. ریکارد بعدی پس از خان کدام ریکارد می؟ کمال می یا نمی؟ تو برش می که نیکست ریکارد بید، بعد از کی ریکارد می نشان بید نتا اینجا می نیکست ریکارد. نیکست ریکارد انتخاب کردی یا نکردی؟ نیکست ریکارد کی بود؟ کمال بود. اینجا ما رن میکنیم. از کمال که نیکست ریکارد است او برای ما چی میکنه؟ نشان نمیده. ببین اول خانه است یا نیست؟ دوم کی است؟ ولی است یا نه؟ کمال چی شد؟ نیکست ریکارد گم کرد یا نکرد؟ صحیح؟ کمال نیکست ریکارد بود گم کرد. در هر ریکارد که مثال استفاده است دیگه برای چی میکنه؟ گم میکنه. اینکی پلاس دبلیو. پس پریویو اینجا میکنیم. نیکست ریکارد باید گم شو ایسو میکنیم. اینجا میم رول ای نیکست ریکارد اف چی معنی؟ اینی چی است؟ نام سوم چی است؟ آنخ معلوم میشه ولی است یا نیست؟ عبد است یا نیست؟ ما میگیم که بی پور عبد اول ولی می یا نمی؟ ببین اینجا برس اول یک چی بیتم؟ دی ساحه استاد استم رول میم کچیرتا ریکارد نامش مساوی با عبد بود، پیش از عبد چی بود؟ ولی بود یا نبود؟ ببین ولی علی برای ما نشان نمید. رن میکنیم. اوکی. کدام ریکارد دیدن؟ خان نشان داد، کمال داد، عبد دارک نشان مید. ولی نشان داد، عبد است، عبد دو طرف که کدام بود خونه پیش آمد. یعنی این معنی چی؟ مشخص بعد از عبد ما برای نیکست ریکارد پس از کدام که می اف برش چی دادم؟ مشخص کردیم که بعد از این ریکارد می او باید نباشه. صحیح ده؟ مشخص کردیم بلا استلام. کنترل پلاس دبلیو. دی کمانड تبیا گونه. کمانड اولی، کمانड دویمی کمال، کمانड سومی ولی. کمانड ای اینجا ما می رول نیکست ریکارد اف اگه نامش ایکوال ٹو کی بود؟ کمال. اوکی فینیش. اوکی اول خان است، دوم کمال است. بعد کمال کی بود؟ ولی بود یا نبود؟ خب نیکست ریکارد اف کمال گفتم. اگر بعد از کمال کدام ریکارد بود او برای ما گم کن. ولی بود چی کده؟ گم شد یا نشد؟ آخو چه پا کم ریکارد ولاړی هغه درته ختموي. هغه په کم ریکارد چې ولاړی هغې پسې کم ریکارد راځي هغه درته ختموي. صحیح دي ته خاص پارامتر باندې ورکولی شو. بس اینجا میم که پریویو باید شوه. پریویو نمیشه، پریویو شو. خب رول set bookmark. bookmark برش set کردم میتونی دایی ساحه آمدی bookmark برش میدی. چی کردی؟ set bookmark. کدام bookmark باید باشه؟ بی bookmark. bookmark تغییر کردی. خب اینجا ما میم تا کدام ساحه دایی ساحه استاد هستیم. کمانड اینجا قبلی بعدی داریم skip record. skip record چی معنی؟ در هر ریکارد که باشه او ریکارد برات میمانه، skip میکنه، از او ریکارد تیر میشه. حالا ما اینجا میم مثال در کدام ریکارد استاده؟ چهارم ریکارد بنامی کی است؟ عبد. بنامی عبد است یا نیست؟ اینجا تو آمدی برش چی میگی؟ رول
skip record کدام ریکارد که نامش اکوال تو چی باشه؟ نام اکوال تو عبد که همی عبد سکپ میکنه دیگه میبینیم. خان، کمال، ولی، گران عبد سکپ شد یا نشد؟ گم شد یا نشد؟ خب بوکمارک سیٹ کردی کنٹرول پلس جی بوکمارک نیست دیسا بوکمارک کنٹرول پلس دبلیو کلوز میکنیم دیسا همی کنٹرول پلس جی بی بوکمارک میری برد میکی دیسا هست نقطه را بوکمارک بزید نقطه همین آقا باید چه انتخاب نشی با کلسات رو پرگنی نشانی کردن بس رفتم میده کدام سهارا بوکمارک دادیم ببین این سهارا بوکمارک کردیم بوکمارک مانا نشانی کردیم اینجا چی بود سریال نمبر بود یا نبود ما بوکمارک اینجا خود دات معلوم میشه و دات ما با اینجا نوشته میکنم سریال نمبر وقتی که د بوکمارک بریم با میپم که سریال نمبر است که بریم د دات می دیگه این چی بود رولز ملنگ میر دی مشکل ماچ فیلدز خودین روز برات گفتم که کدام فیلدا که اینجا باشه برات فادردیم دی است برشوی که میچ است اینی که است میچ است دیگه کدام میچ نیست برات معلوم میکنه یک کمپانی مثال ریکارد اینجا ثبت است صحیح این مثال دی کدی ریکاردا میچ نیست ببین اپدیت لیبلز چی برات میگه اپدیت لیبلز کور تو وګوره If you are creating labels, update all the labels in the documents in use information from the recipient list. اگر لیبل استفاده میکنی لیبل ما شما نخواندیم دو دا لیبل دیگه برای چی میگه for email merge for what for mail merge to print it later or email this command is not necessary خپل درته وای کنه بخاطر چی ضرور نیست ایمیل ادرس و ایمیل مرج ضرور نیست دا لیبلینگ هم ما شما اپدیت همونجا خواند بیا نخواند اگه او لیبلینگ اینجا استفاده میکنی برات میگه که اپدیت کار میکنه پدې کې خو نور داسې کمانډ نه دی پاچم غا تاسو پرې نه سپری ما دا کدام کمانډ فهمی مکمل کمانډ آره مشکل نیست میشه